سلام، اینجا استودیوی خبری یقین است و من مجیب سلطانی با رویدادهای خوب یک هفته اخیر با شما خواهم بود. امروز پنجشنبه 28 میزان سال 1401 هجری شمسی که برابر می شود با 20 اکتبر سال 2022 میلادی. اعلام آمادگی ایران برای برگزاری نشست کشورهای همسایه افغانستان. وزیر خارجه ایران از برگزاری نشست ویژه وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان خبر داده است. امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه 16 میزان در دیدار با محمد صادق خان نماینده ویژه دولت پاکستان در امور افغانستان گفته است که کشورش نشست فوق العاده وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان را میزبانی میکند تا راه حلی برای بازگشت و حل مشکلات مهاجرین افغان فراهم شود. وبسایت وزارت خارجه ایران با نشر این خبر گفته که امیر عبداللهیان و نماینده ویژه دولت پاکستان در امور افغانستان در پیوند به تحولات اخیر در این کشور رایزنی کردند. گسترش فعالیت کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان. رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان در دیدار با معاون وزارت خارجه دولت امارات اسلامی افغانستان از تصمیم این نهاد برای گسترش فعالیت‌هایش در افغانستان خبر داد. ایلوا فیلیون رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان در دیدار با شیر محمد عباس سانگزی معاون سیاسی وزارت امور خارجه دولت امارات اسلامی افغانستان از آمادگی این کمیته برای گسترش فعالیت‌هایش در افغانستان خبر داده و افزوده است بر اساس این اطلاعیه منتشر شده توسط وزارت خارجه در این دیدار ابتدا فیلیون پیرامون فعالیت‌های صلیب سرخ در افغانستان توضیحات ارائه کرد و افزود این سازمان پس از اوکراین بزرگترین عملیات در سطح جهان را در افغانستان دارد. و همچنین تاکید کرد صلیب سرخ علاوه بر ارائه خدمات مربوط به بیمارستان‌ها، ادارات آموزشی، بهداشتی و درمانی و بازداشتگاه‌ها فعالیت‌های خود را در بخش‌های آب و انرژی، کشاورزی و کمک‌های بشردوستانه نیز گسترش خواهد داد. 65 تن کمک‌های روسیه به افغانستان رسید. در ادامه کمک‌های روسیه به افغانستان 65 تن دیگر از این کمک‌ها به کابل رسید و به مقامات دولت امارات اسلامی افغانستان تحویل داده شد. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد یک محموله 65 تنی از مواد خوراکی، غیر خوراکی و دارو را از طریق فرودگاه بین المللی کابل به افغانستان رسانده است. وزارت خارجه روسیه با اعلام تحویل این کمک‌ها به مقامات تأکید کرد که کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ادامه خواهد داشت. روسیه در ماه‌های اخیر نیز دو محموله 16 تنی و 23 تنی از کمک‌های بشردوستانه خود را برای مردم افغانستان ارسال کرده است. سفیر پاکستان در مسکو اعلام کرد این کشور از طریق افغانستان به آسیای مرکزی و روسیه متصل شده و حمل و نقل کالا از این مسیر جریان دارد. شفقت علی خان سفیر پاکستان در مسکو اظهار داشت برای نخستین بار حجم بزرگی از محصولات باری این کشور از طریق خاک افغانستان به آسیای میانه و سپس به روسیه انتقال شده است. وی در توضیح درباره نحوه انتقال کالا از طریق افغانستان تصریح کرد با پیچیده‌تر شدن حمل و نقل بسیاری از تاجران پاکستانی محصولات خود را با کامیون‌ها از طریق افغانستان ارسال می‌کنند. سپس این کامیون‌ها وارد آسیای مرکزی می‌شوند و به قرقیزستان، قزاقستان و سپس کامیون‌ها به روسیه می‌رسند. کاردار سفارت انگلیس برای افغانستان در واکنش به اظهارات پوتین گفت ما نیز به تعامل با امارات اسلامی افغانستان ادامه می‌دهیم. هوگو شورتر کاردار سفارت انگلیس برای افغانستان با رد اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مبنی بر اینکه سرویس‌های مخفی غربی به ویژه آمریکا و انگلیس از گروه‌های مخالف امارات اسلامی افغانستان حمایت می‌کنند گفت لندن به تعامل با امارات اسلامی افغانستان همچنان ادامه می‌دهد. این دیپلمات انگلیسی که مانند شماری از سفرهای کشورهای غربی برای افغانستان در قطر مستقر است تصریح کرد ما به صراحت گفتیم انگلیس از کسی که از طریق خشونت به دنبال تغییر سیاسی در افغانستان باشد حمایت نمی‌کند. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM در گزارشی اظهار داشت با کمک‌های بشردوستانه بیش از 10,000 شغل در افغانستان ایجاد کرده است. در این گزارش آمده است افرادی که صاحب شغل شده آوارگان و زنان هستند. سازمان بین‌المللی مهاجرت افزود زنان و دختران نقش اساسی و کلیدی در آینده توسعه افغانستان دارند. این سازمان گفته که تاکنون از حدود 400 کسب و کار نیز حمایت کرده است. این در حالی است که به گفته کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با آمدن فصل سرما بیش از 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. اخبار خوب هفته روزانه انعکاس مهمترین رویدادهای خوب در یک هفته اخیر است. همکاران ما در رسانه یقین می‌کوشند تا نابترین و نایابترین ویدیوها را برای شما ارائه کنند. در تمامی صفحات مجازی و با ویدیوهای متفاوت با نام یقین میدیا منتظر شما هستیم. تا هفته بعد و رویدادهای خوب دیگر بدرود.